بسم الله الرحمن الرحیم. ترامپ با زیر پا گذاشتن همه قوانین بین المللی وارد حریم کشور عزیز ما ایران شد و به 3 نقطه از خاک مقدس ما حمله کرد و آسیب‌هایی هم وارد آورده. فارغ از اینکه خسارات وارد شده ناشی از این اقدام نابخردانه به چه میزانی است، نفس این جنایت و حرمت شکنی بی پاسخ نخواهد ماند به فضل الهی. این اقدام ترامپ از سر استیصال و برای نجات نیروی نیابتیش رژیم صهیونی به ویژه شخص نتانیاهو است. وقتی آثار ضعف و شکست رو در نتانیاهو دید، تصمیم گرفت با این اقدام یک تنفس مصنوعی به او بدهد. اما این اشتباه بسیار بزرگی بود. قبلا ما بارها پیامدهای اون رو هشدار داده بودیم. ضمن این که تنبیه نتانیاهو را تا رساندن به بیچارگی به اذن الله با قدرت ادامه خواهیم داد، در برابر این خطای آمریکا هم متناسب با اقدام متجاوز قاطعانه اقدام خواهیم کرد به حول قوه الهی. بنده یک بار دیگر خازانه از مردم، از این ملت عزیز، بی‌نظیر و موقعیت شناس تشکر میکنم. حضور مردم، روحیه مردم، پایداری مردم، همبستگی و همدلی مردم که یادآور روزهای دفاع مقدس هست، پشتیبانی که از نیروهای مسلح میکنند، اقداماتی که در کمک به همدیگر انجام میدهند، اینها همه قوت قلب ماست، سوخت موشک‌ها و پهپادهای ماست. این حرارت عشق ملت به دست با کفایت رزمندگان ما تبدیل به سجیل‌های آتشینی خواهد شد که ریشه دشمن را می‌سوزاند. واقعاً از صمیم قلب دوستتان دارم ملت ایران. من سرباز ایرانی اگر 1000 بار برای این مردم و اعتقادات اونها کشته بشم، باز هم دوست دارم به عشق این مردم زنده بشم، با دشمنان این ملت بجنگم و کشته شوم. کاملا بدیهی است که فرزندان چنین ملتی در نیروهای مسلح هرگز با هیچ متجاوزی مماشات نخواهند کرد و با قدرت پاسخ خواهیم داد ان شاء الله. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.